بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، امروز به یک انسان پاسخ میدهیم. یک انسان دین روز برای من یک ثبت روان کردن که درباره من سخن میزند. خاصه من اصلا پاسخ گرداندنی نیستم در برای خودم، نیکی بعضی تهمت ها کردگی است، همون تهمت ها را پاسخ گردانم. برای شما که نامش اسکندر است و خود را ابو محمد مدنی میگد، یک گمنامی دیگر و عقیده خرابم است. من یک قول امام احمد میبرم که امام احمد میگوید که حرب الکرمانی روایت می‌کند در کتابش از امام احمد، میگوید که اما خوارج فانهم یسمون اهل السنه مرجئه. اما خوارج میگه هر آینه آنها اهل سنت و الجماعت مرجئه میگویند. اینا کی میگد؟ امام احمد بن حنبل میگد. و کذبت الخوارج، و دروغ گفتن خوارج. بینید که چخیل همون موقف و همین صورت شرح میدهد، چخیلی که همین صورت در همین ها هست، همین صورت امام احمد شرح میدهد. میگوید که و کذبت الخوارج، و دروغ گفتن خارجی ها، بل هم المرجئه، آنها مرجئه هستند خودشان. یزعمون انهم على ایمان و حق دون الناس. بینید چخیل شرح میدهد، دعوا میکنند که تنها آنها ایمان دارند و آنها در حق هستند به غیر مردم. یعنی دیگه مردم همش مبتدع، باطل، جهمی، مرجئه، کافر، مشرک، خودشون فقط چی هستن؟ ایمان دارن تنها و حق در حق هستن و دیگه یگان کس در حق نیست. این عقیده اهل خوارج است. در دوامش چی میگه؟ میگه و من خالفهم کفار. ببینید کسی که آنها را خلاف کرد در یک مسئله، در حال نامش میگذارند یا مرجئه یا جهمی یا مشرک یا کافر. بین همین وصفه امام احمد میته برای آنها. ما نمیدونیم که جای دیگه بریم. مدخلیا و مرجئیتاش ما را خوارج میگن، تکفیریاش ما را مرجئه میگن. همه خیلی که امام احمد شرح میتید. برادران گرامی، پس در این سخنهای این انسان خیلی چی بود؟ خیلی گپ‌های باطل بود. برام جواب میته، میگوید که ما علم داریم، شما میترسید، شما فقط دشنام حقارت مینید. میگه ما علم داریم. ای انسان نوخی، تو چه خیلی علم داری که تو عباره عربی را درست خواندن نمیتونی. چه خیلی که بعضی از همون انسان‌های دیگر شرمندت کردن و زبسات آوردن و نشان دادن برای مردم که چه خیلی عباره را میخونی و چه خیلی خطا میخونی عباره را. من نمیفهم تو خیلی علم دعوا میکنی. کسی که علم دعوا میکند وای جاهل است. کسی که علم دعوا میکند وای جاهل است. این قول اهل علم است. کسی که دعوای علم میکند پس وای جاهل است. عقیده ای تو چیست؟ عقیده ای تو عقیدت در بالای همون چیز میز میمانی و برای عقیدت دلیل میکوی. برای عقیدت دلیل میکوی. بعد کدام دلیلی که کدام اهل علمی که مخالف قول تو باشد، او را چی؟ او را یا قیچی میکنی؟ این چی است؟ این کاری تو است که چی تو میکنی؟ یکمش قیچی میکنی قول اهل علم. کدام اهل علمی که کدام جایی که مخالف تو باشد امر قیچی میکنی یا که نمیخونیش. بعد نصوص قرآن و سنت و از اهل علم درست نمیفهمی. بعد همون گردن همون نص قرآنی و سنت یا که قول اهل علم باشد، همون نص تاب میتی میبیاری به چی؟ به همون فایده خود. در خواندن برادرها پرتافتن چند بار دیدیم که چقدر مردم فریب میکنی. از ابن باز و از دیگر و دیگرها خواندی و فریب میکنی، همون جای در کار نمیخونی و از خود در همون فتوا یا که در همون قول اهل علم از خود زیاد میکنی، خیانت علمی میکنی. اگه نمیفهم تو چه خیلی علم داشته بدای. برادرها با گفتن که قرآن هم خواندن نمیتونی، قرآن غلط میخوند، تو حاضر غلط میخونی. اگه من نمیفهم چه خیلی تو علم داشته، نفهمیدم من علم داری ترا. بعد در مسئله ای که دشنام و حقارت نه برادر، من دشنام و حقارت هیچ کس نکردم. من دشنام و حقارت میفهم معناش چیه. دشنام و حقارت نگم کس نمیکنم. در همین زاپیستی که روان کرده است میگوید که ابو صهیب آذری است و مرجی است و گمراه است. سه لقب گذاشت. معنای آذری برادرای گرامی، معنای آذری وقتی که میگه یک کس آذری میگه، این معنا دارد که همون انسان این مشرک میگه. مشرک یعنی که تکفیرش میکند. مشرک میگه. با کدام دلیل؟ برای که حاضر در همین زاپیس گفت که ابو صهیب آذری است و مشرک نگفت. وقتی که با من صحبت کرد، وقتی گفت که من در پیشی که خواندم، در پیش مصطفی عدوی خواندم که در حقیقت در پیش مصطفی عدوی هم خواندگی نیست و اگر خواندگی هم میبود عقیده شیخ مصطفی عدوی را میدانید در مسئله عوض بجهل، در حق او گپ باف که او عوض بجهل نمیدهد. من زپسی شیخ مصطفی عدوی را آوردم برای این، نشانش دادم، گوش کرد، زنکش گرفت. بعدی آن مرا گفت که تو جهمی هستی، تو مشرک هستی. آخی اگر که عقل سالم می داشتی و رسا می داشتی، ما برای تو سخنان اهل علم آوردیم، مصطفی عدوی را آوردیم. تو مرا مشرک چی میگویی؟ تو باید
مصطفی عدوی را میگفتی؟ برای که من قول او را برای تو آوردم، من ناقل هستم، من مجتهد و عالم نیستم، من قول او را آوردم، من قول دیگر از اهل علم آوردم. مرا تو باید مرجعی و مشرک نگویی، تو باید ویا را مشرک بگویی. حتی چون مرا میگویی مشرک و اهل علم میمانی، مشرک شو نمیگویی. با کدام سبب؟ درویه هستی؟ چی هستی؟ من نفهمیدم. او قول او است، قول من نیست. من کوچاننده هستم از شیخ حسیمین و از ابن که سلیمان علوان و از مصطفی عدوی و از بیشتری 99% اهل مصر از عالماش و از دعوتگراش عذر میتین، بعد قومه حجت تکفیر میکنن به کسی در حقیقت علم رسیدگی نیست. همه اینا مرجئه و مشرک هستن و تو تنها قطعی یک 3-4 گروه مسلمان و مؤمن هستی. اوی در کدام عقل راست میبید آخی؟ تو وقتی که مرا میگوییم قول من نیست، تو باید مرا نگویی، اصلا تو باید ویا بگویی. مصطفی عدوی را تو باید بگویی، مشرک و جهمی و چی باید ویا بگویی، مرا نگو. تو مرا میگویی میمونی. آخی نفاق است، درویگی است. تو ظاهر که خطا آخی برای مردم. برادر گوش کنید که این هرگز این انسان به آواز نمیگد، اهل علم به آواز تکفیر نمیکند، مشرک نمیگد. این همین وقتی که گفت که آذری هست، معنای آذری مشرک است. یعنی ببین در ضبط است آذری میگد، مشرک نمیگد. برای آواز قطعی است. نه که وقتی که با تو صحبت میکند و مینویسد، تو را مشرک میگد، تو را جهمی میگد. جهمی کافر است، مشرکت میگد. غلات المرجئه میگد. این هم تکفیر کردن است، به معنای تکفیر کردن است. جهمی هم به معنای تکفیر کردن است. بیشتر اهل این جهمی را تکفیر میکند. همین خیلی دیگر خودش جهمی را تکفیر میکند، غلات المرجئه هم تکفیر میکند. همین خیلی دیگر این اشاعره و این ماتریدی هم تکفیر میکند. راست که تو را گفت که تو مرجئه هستی، نه تو در نزد این کافر هستی، مشرک هستی. همین خیلی دیگر مد نویست. بعد میگد که تو دغل گپ میزنی. اومد تراخت تو مرا مشرک گفتی، جهمی گفتی، من ترا بگم خوش آمدی بالای سر یا چیت بگم ترا؟ این یکی. بعد میگه اخلاق و آداب ندارد. باور کن اخلاق و آدابی تو تماما نداری. تو با همون صوفیایی که بحث کردی، با صوفیا بحث کردی، صوفیا همون چند نفره که از صوفیا هست دیگر ماتریدی و اشعری هست صحبت کردی، شرمنده کردی اهل سنت. خود اهل سنت گفتی شرمنده کردی. همونها را قانع کردن نتونستی. همونها را حتی صوفیا را مشرک نمیگد و جهمی نمیگد و مرجئه نمیگد که در حقیقت اونها مرجئه و جهمی هستند، عقیده جهمی مرجئه را دارن. نه که میبیاد اهل سنت تهمت میکند که هم برادرایی که حقیقتا به اهل سنت هستن و حقیقتا دعوت میکنن، مثل برادرای افغان مبشر مسلمان الله رحمتش کند و دیگرانی که هستن از ابو عبیدالله و از دیگر همه را مشرک میگد، آذری میگد، گمراه میگد، یک دروغ میگد. در اصل این دو رو دارد، یک رو ندارد. یک رو دارد که روش برای همه عوام مردم نشان میدهد، در اونجا خودش با آداب میگیرد. وقتی که در خلوت تنهایی با یک صحبت میکند، این تماما دیگه کس است. با در عموم گمراهت میگد، آذریت میگد، لفظ مشرک استفاده میبرد. نه که وقتی که در تنهایی آمد بعد مشرکت میگد، بعد کافرت میگد، جهمیت میگد. همین خیلی دیگر شاگرداش، همون شاگردایی که توبه کردن از این عقیده باطل و برگشتن، در پیش و یا شاهد حالن همون برادرها که ابو عبیدالله را مشرک گفته است، مبشر مشرک گفته است، فوزان را مشرک گفته است، عثیمین را مشرک گفته است، ابن باز البانی را خودتون میدونید، امام ابو حنیفه را گمراه گفته است. یگان کس امام ابو حنیفه را گمراه گفت از همین اهل علمی که تازه آمدن، از ابن تیمیه و دیگران. یک کودک مرچه، یک در وزن ناخون وزن نداره در پیش اهل علم و یارو میگه که گمراه است. مخای البانی را خودتون دیدید مشرک میگه برای مشرک میگه مشرکش میگه، اهل علم مشرک میگه. یک محدث بزرگی که خیلی خطایی کرده باشد، برای یک خطایی تو هم مشرک میگوی. این خطایی از همون دور پیش از صحابگان تازه مردم خطایی کردگن، چی بابت مشرک میشون همشون؟ اگه مشرک بگیم یگان کس نمیمونه از اهل علم. این یک. دوم ابن باز و شیخ عثیمین عذر میتید. معنای عذر دادن چیست؟ معنای و یا مشرکن و عذر شو میتید، یعنی که مشرکن، هر دوش مشرکن. این صراحتا تکفیر کردن عالما است. شیخ عثیمین ابن باز این میگم که درویه هست. یک رویش برای مردم است، یک رویش برای چی است؟ برای شاگرداش است. شاگردات وقتی که اهل علم تکفیر میکنن و یا از کجا تکفیر میکنن؟ از جیب خود تکفیر میکنن، یا که آنها را تو فهمانده ای در خلوت و تنهایی تو فهمانده ای که این فلان کسی مشرک بگد مشرک است. فهمیدی؟ این عقیده تو است. وقتی که تو شیخ حسیمین و ابن باز عذر میتی که در عقیده تو عذر دادن نیست، پس تو خودت مشرک میشوی. کسی کافر نگفت کافر است، مشرک نگفت مشرک است. کسی عاذر در عقیده تو باطلی تو، کسی که مشرک نگفت عذرش داد، شیخ حسیمین عذر میتید، پس تو شیخ حسیمین عذر دادی، مشرک عذر دادی، پس تو خودت با عقیده خودت مشرک میشوی. برادر تو کمتر اندیشه کن، تو در عقیده تناقض داری اصلا. فهمیدی؟ تو اگر کی با یک گپ دیگر است که همه ای که پادشاه سعودی طاغوت است و کسی که طاغوت نگفت مشرک است،
پس همه علمای سعودی به گفتی تو مشرک بشوند. فهمیدی؟ پنهان نکن چی در کار تقیه کردن. یا انسان چی در کار تقیه کردن، عقیدت ظاهر که مردم فهمد. آخی تو این گو که بحث و مناظره با برادرای افغان میکنی، برادر صوفیا و دیگر میگی که برای مشهور شوی، برای شهرت جستن، برای مرید کافتن و شهرت و انسان گپش به مردم رساندن الله میرساند. این عقیده باطله که داری تا هیچ جا نمیره. به عقیده باطله این تو ظاهر شده ایستاده ای، روی اساسی و چهره اساسی تو ظاهر شده ایستاده است. پنهان نکن دیگه آخی. تو اگر مردانوار باشی پنهان نکن، مثل دیگرایی که هستن پنهان نمیکنن. حتی ابن تیمیه را تکفیر میکنن، محمد ابن وهاب تکفیر میکنن، شیخ حسینی تکفیر میکنن. انا مثل امنا باش، عقیدت بیان کن، مردم فهمند تو کی هستی. سه چهار کسی که از پس تو میرود آنها بفهمند تو کی هستی. میگه دشنام حقارت خی علم کنه داری تو اصلا. این بدگیست. دوستان مدنی را میگه زامبی میگویند. خوارج دوستان مدنی وقتی که در گروه های ما میدراین، گروه ها 600 700 نفر همش تکفیر میکنن. پس ما وقتی که بعد همون آدمایی که از تو میدراین، همون آدمایی که از تو در گروه ها میدراین، من فقط یک سوال شو میکنم، به مرا کلمه شهادت و تاجیکی ترجمه کنید. بیچارات کلمه شهادت، کلمه لا اله الا الله به تاجیکی ترجمهش کردن درست نمیتونن، حتی در ترجمهش کفر میوردن. یکی دوم این نمیگم که رکنای شهادت نمیدونن، توحید نمیدونن چند قسم میشود. وقتی که درباره تکفیر که میگویی، تکفیر میکنن مثل که قاضی باشن، قاضی تکفیر میکنن. عوام الناس، عوام الف بفر نمیکند. صد افسوس کی تو مردم فقط چی یاد میتی؟ تکفیر کردن. فرستادگان و رسولان و چرا فرستاد؟ برای چی فرستاد؟ برای مردم به دین دعوت کردن، نه مردم از دین خارج کردن، نه مردم از دین خارج کردن. حالی هم وقت است که از عقیده باطلت بگردی. من نصیحت دارم همچون پدروار، من حتی شاید 15 16 سال کلام باشم، برای همین پدروار نصیحتت میکنم که از عقیده باطله که داری بگرد. اهل سنت نکن خطه. تو اهل سنت تو بوی نبرده از اهل سنت. اولی همون آدمایی که به چی دوستان و مهربانانی تو وقتی که میدارن در گروه من باور کن الف بی فر نمیگنن. من اولی که میدارن همین سوالارش میتیم که همون گروه فهمد که اینا کی هستن، شاگردای تو کی هستن که الف بی فر نمیکنن. بیچاره ها کلمه شهادت نمیدونن و تکفیر میکنن. این مصیبت است. ابو صهیب میگه در گجا خونده است، گجا معلومات دارد. ابو صهیب وقتی که آمد به مصر، ابو صهیب یک شیخ بود، شیخی بزرگوار الله رحمتش کند، نامش شیخ فوزی سعید. در اینترنت بزنیوش کی است، زید طاغوت و طاغوت پرستان مبارزه برد. شیخ فوزی سعید همون انسان ما را درس میداد، شاگرداش ما را درس میدادن. از همون اول روزی که آمدیم همون انسان مجاهدا را چی میکرد؟ مجاهدای تاجستان دعا میکرد. پیش رفتیم به ما را شاگرداش داد، شاگرداش ما را درس میدادن. اساسی که ما یا که من یا که چند نفری که ما بودیم در همینجا عقیده را فهمیدیم اهل سنت، شیخ سببش شیخ فوزی سعید است. این یکی. و بیچاره الله رحمتش کند، ترمش کردن، بعد ترمه برآمد، دم یک 3-4 سال پیش وفات کرد از ضربه زدن و ترمه کردن. این یکی. دوم میگوی که مصطفی عدوی یک سال پیش وقتی که ما مصطفی عدوی را گوش میکردیم، شمالی بگیم که بجلبازی میکرد تاجستان و اون آدمای تو که میگوی که ما رفیقای اهل سنت داریم در مصر و یا در اینجا نبودن، اصلا نبودن. وقتی که شرح میداد در مسجد اگر تو بدونی اخی نورد مسجد توحید در شبرا شرح میداد صحیح بخاری و تفسیر میکرد شیخ مصطفی عدوی و ما کرنه ها داشتیم، همون بطاقه داشتیم و درس میگرفتیم، هر روز میرفتیم. غیر از این شیخ محمد یسری دکتر پروفسور است، ازهری است، عقیده اهل سنت دارد. غیر از این شیخ احمد نشعت چخلی کویم ترمه کردن و گریخ برفت توزی در بیرون مصر است. شیخ محمد عبدالمقصود گوش کن دعوتاش نه اگر تو عقیده داشته باشی اصلا. این یکی. دوم این درسایی که از محمد حسان و از محمد حسین یعقوب و از این دیگران و از دیگران حساب و کتابش نیست. وقتی که ما درس میگرفتیم میگم کو وای 20 سال پیش بود، تو نو 8 ساله بدی 9 ساله بدی بجلبازی میکردی، دادر بجلبازی میکردی، تو کودک هستی، تو اول کمتر عقل رسان نیست، عقل رسا که پیدا کردی بعد شاید که الله هدایتت کند بر راه حق. همین موحد گفته میگردی و در اصل تو در اون روی چهره دیگر آدم هستی، همه را تکفیر میکنی. این قاعده را اگر تو من لم یکفر الکافر فهو کافر، چخیلی که شیخ سلیمان علوان تطبیقش میکند میگد تو خلاف شیخ سلیمان علوان که تو حتی سلیمان علوان که وقتی که عذر میتید تو میگی عذر نمیتید که وای صراحتا عذر میتید، تو هموای هم مشرک میخوانی. چخیلی که استادات حازمی و غامدی و دیگرا تکفیرش کردگی هستن، همه خیلی دیگر تو هستی. تو شیخ نداری، شیخ تو 3-4 طالب علم است، یک غامدی و یک حازمی است. تو در عقیده ای
شیخ سلیمان علوان در بعضی مسائلی که من ترا پرسیدم نمیدونی. یکی از مسئله عذر به جهل کی وای میگه و شرح دادن قاعده من لم یکفر الکافر فهو کافر شرح دادگی است. برای همین گپ بسیار است باور کنید که خیلی ما کوتاه میکنیم. انا همین اگر در کارت شوه بیا بریم پیش شیخ مصطفی عدوی، بیا پیش شیخ مصطفی عدوی بریم مثلا نشون میتیم پیش همون شیخایی که ما درس گرفتن نشونت میتیم. تو مجهول هستی، مجهول تو با میگویی که ما در 1 سال خواندم و در 1 سال من ماجستری تمام کردم در مصر. در کدام عقل راست میگه که ماجستری در 1 سال انسان تمام کند؟ این دروغ را بین، باطل بین. نخواد شما همون انسانایی که برادرای گرامی که شما ساده عقل هستید اخی باور نکنید، خیلی انسانا رو باور نکنید که در 1 سال این چی کرده باشد، ماجستری خوانده باشد تمام کرده باشد. این بیچاره کتاب قرآن خواندن درست نمیتونه اصلا. با میگه این خودآموز است، شیخ میگه گوگل است. با شیخ تو گوگل است، همون از گوگل میخوندی همون شیخایی که سخنای امام کیرا امام ابن باز و مردم فریب کرده قیچی کرده میگشتی. بعد درباره ازهر میگویی. یکی از بزرگانی که محدثای بزرگی که برابر شیخ البانی و شاید از شیخ البانی هم چیتر باشد، احمد شاکر در کجا خونده است؟ ازهر خونده است. بعد ازهر میگه که ازهر گفت چی است؟ ازهر گفت در ما را چی یاد میتین؟ الله در همه جاست، الله هدایتت کند. باز میگوید که حقوق شناسی خوانده است و فلان بسمدان کرده است. الله هدایتت کند. درباره ازهر که نمیدونی چی سخن میزنی؟ چه تصورت است که نمیدونی؟ از روی تصورت گپ نزن، ندیدی نمیدونی گپ نزن که هم دروغ میگویی هم تهمت میکنی. من شریعه و قانون تمام کردم. یک فاکولته که خینترین فاکولته در چی هستی در ازهر است. یک فاکولته که اصلا در تاجیکا همگی از چند هزار هم 3-4 کس تمام کردگی است. این یکی. دویم ما شریعه میخونیم، عقیده نمیخونیم. عقیده اشعریش که مجبور نمیشه عقیده اشعری و ماتوریدی را بگیرید ازهر. هر کس اختیار دارد. مجبوری نیست که عقیده از چی را بخونی. مجبوری است که الله مکان بگوی الله هدایت کنه اگر شایسته هدایت باشی. این یکی. دیگه ما شریعه چی میخونیم؟ در شریعه ما اصول فقه میخونیم که خواندیم. فقه مقارن میخونیم، فقه میخونیم، مصطلح حدیث میخونیم، غیر این چیزا اقتصاد میخونیم، تجارت میخونیم، اداره میخونیم، هزارا چیز میخونیم. این یکم. در ازهر هزارا دکترا و پروفسورا از اهل سنت است که از اهل ازهر برآمدگیان و تمام کردگیان، نکی عقیدهشون عقیده اهل سنت است. هزارا اهل علم است. از جمله پیشوایان اهل سنت در مصر هم بیشترش قریب از اهل چی خواندگی است؟ ازهر خواندگی است. که دیگرانی که مثل شیخ ابو اسحاق خوینی که محدثی بزرگ است، مثل خودش مصطفی عدوی فاکولته اسلامی نخواندن، لیکن ماشاءالله ابو اسحاق لغت اسپانی خوانده است. همه خیلی دیگر هندسه خوانده است شیخ مصطفی عدوی، به فکرم خطا نکنم. همه خیلی دیگر ماشاءالله حاضر به همین درجه رسیدن در علم. هم مصطفی عدوی، هم شیخ ابو اسحاق، هم دیگران. این معنا ندارد کسی که فاکولته دیگر فاکولته سویتسکی خواند وای چی اسلام نمیداند. الله هدایت کند شما را اگه هیچ واسه هدایت باشه. با میگه که این میگه که الله در همه جاست. تو بیچاره درسای ما اول گوش کن که ما چند درس دارم درباره اثبات ذات الله و علوی الله بر بالای عرشش. درسا را گوش کن الله هدایتت کند. امین دروغ کمتر یک دروغای بزن که مردم باورت کنه اخی، مردم باورت کنه اخی، الله هدایتت کند. ما 27 سالشی دعوت میکنیم، تو نه 3-4 سالشی دست سخن زده استین با فقط کارت فقط اجماع. یگان اجماع در یگان مسئله تو گفتگی یگان مسئله اجماع نیست. نه در مسئله همون ظفر گفتی کو از ظفر و در مسئله ظفر ترا آوردم اثبات کردم که در یگان اجماعی نیست و دروغ گفتی. در مسئله که تو میگویی که دزدیدن از دارالکفر درست است، تو خلاف جمهور کردی و خلاف حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردی مثلا. و مردم این شرم است برای مسلمانا، شرم است که از درون مگزینا میدرن حجابدار و نقابدار و ریشدار میروند چیز میدزدن. نخودم این اسلام است، تو اسلام با مردم میرسانی. الله هدایتت کنه. این اسلامت که تو مردم تو اسلام سیاه میکنی، شرمنده میکنی اسلام در پیش کافر اصلا. بعد با میگوی که ابو صهیب آذری هست. خیلی آذری فهمیدیم. آذری وقتی که آذری میگوی معنی دارد که آذری مشرک است. تو مشرکش میگویی. اینا مرا گفتی نویستی، تو جخ نمیگویی، آواز نمیگویی. وقتی مشرک کافر گفتنی باشی با آواز نمیگویی، فقط و چی؟ فقط مینویسی. چندین آدمایی که مرا رای کردن و تو تکفیر کردی هستی، فقط با آواز نمیگویی و با چی میگویی؟ با مینویسی. همه خیلی دیگر مرا نویستی، تو مشرک هستی و اون زاپیسام هستن همشون. همه خیلی دیگر وقتی که من قطعی تو صحبت کردم، دغالانه تو اول صحبت کردی. یکی دویم در مسئله که گفتی که بیا بعد مشرک کافر گفتی و بعد بخشش پرسیدی. خیلی خاموش کردیم برای بخشش پرسیدی، دیگه هیچ نگفتیم. انا برای مشرک گفتن و تو جهمی گفتن و تو دیگر گپای دغل زدنت برای همین. بعد گفتی که بیا ما عقیده اهل سنت هستیم، یک دیگر طرفداری کنیم. بعد اون
چند روز بعد بای مرا پیشکش سوم پیشکش کردی که گویا که برای فرزندات هدیه و فلان بسمدان، گویا که دل مرا گرم کنی و بای مرا وضعیت کتی که منم در عقیده تو برم و دیگه مردم تکفیر کرده گشتن گیرم. نه من با پول فروخته نمیشم مثل تو، با پول فروخته نمیشم. من عقیده ما با پول نمیفروشم. فهمیدی؟ عقیده ما با پول نمیفروشم. من هیچ وقت خیلی که حاضر من گفتم با میگم مدخلای هستن که برای دعوتشون پول میگیرن، همون منهجی که همون پول میدهد همون منهج دعوت میکنه. همین خیلیگه تو همون برادری که همین از شما چی شده است، جدا شدگی است، از عقیده شما دست کشیدگی است. چندین برادرها گفتن. یکی از آنها گفت که وظیفه‌ام پرتوف، تو در اصل بعد یعنی که پیش بعد اقامه حجت تکفیر میکردی. بعد اون برادر گفت که ما دو گروه شدیم، یکی ما یکی دیگرا. اون دیگرایی که عذر نمیدادن همون اکی نماد بعد نگومو یکی خیلی برای مردم فهمن تو کی اصلا چی دعوت میکنی و چی عقیده داری. گفت که همون انسانی به همون یعنی که ما رو ترک کرد، گفت ما رو ترک می‌کنیم، همون دیگه گروه میگیریم که اون گروه یعنی کیسش غوث‌ترک بود. برای همین این عقیده را تو بدوش خود گرفتی، با همین عقیده دعوت میکنی. و هم خیلی دیگر معلوم است که برای من پول پیشنهاد کردی و بهانه‌ای که فرزندات هدیه و پدیه و فلان بسمدان، که من قبولش نکردم، برای همین کارت برار نگرفت. بعد در مسئله که گیو که ما گفته باشیم که ما الله در الله مکان میگیم، خیلی گپ معلومه خودش که باطله، این همه میدونن. کسی که درس ما را گوش کرد میدونه این دروغ بهتانی که تو گفته روز قیامت جواب میدی. برای این با میگوی که ما هر گپا را گفتن نمیتونیم، در زیر نظارت هستیم، ضرر نرسونند ما حکومتی. یعنی که ما با میگیم که درسای ما را گوش کن، درباره طاغوت و درباره حکم به غیر ما انزل الله، درباره تحکم الی الطاغوت و همه اینا را گوش کن برادر. تو دروغ چی میگویی؟ چی در کار دروغ گفتن، چی در کار خودت شرمنده کردن، قضیات با شرمنده کردن، چی در کار خودت شرمنده میکنی؟ من اصلا همچون پدروار نصیحت دارم، پدروار بار کن که شاید که الله هدایتت کنه بگردی به عقیده درستت و از تکفیر مردم دیگه تکفیر یاد نتی، مردم دعوت یادی که مردم دعوت کنن به دین بیارن، نه از دین بیرون کنن. اینه که ما که طرفدارای طاغوت هم میگرفتیم، ما طرفدارای طاغوت یگان در حیاتمون نگرفتیم. اگر تو طاغوت 10% بد بینی، من 100% بد میبینم. فهمیدی؟ نه که شما طاغوت بد نمیبینید، شما برای منهج دعوت میکنید، منهج پول که میتیانتون. بعد میگه چی عالما رو نمیفهمد، سخن عالما رو نمیفهمد. باور کن در این اصل عکس است که سخن اهل علم تو تغییر میتی، تو قایچی میکنی، گردن نصوصا رو تو تاب میتی، به عقیده خود میبری. همه علمای اهل سنت خوارج میداند. این با یک بهتانی دیگر کدام از اهل علم خوارج ما گفتم، کدام از اهل علم. من همه وقت میگم که در مسئله عذر به جهل اختلاف است. چخلی که شیخ حسین میگه اختلاف مثل اختلافای چی است؟ فقهی است. اهل علم اختلاف کردن و قول شیخ حسین قول کی میارد؟ قول محمد ابن عبدالوهاب میارد که عذر میتید و قول ابن تیمیه را میارد خودی که شیخ حسین میتید. فهمیدی؟ پس وقتی که تو عازر مشرک میگوی، پس باید که ابن تیمیه را عازر است، باید مشرکش بگوی. پس کی را شیخ حسین عازر مشرک بگوی؟ عبدالرزاق قفیفی را، عبدالرحمن الناصر السعدی را باید عذر میتید، تو باید مشرکش بگوی. اگر تو نگوی عذر تی، تو خودت مشرک میشی. هیبدگی سلیمان علوان، عبدالعزیز طریفی را باید عذر بتی. وای شیعه غیر عرب، عوام شیعه و غیر عرب عذر میتید. شیعه عرب عذر نمیتید، علماش عذر نمیتید، غیر عرب عذر میتید. وای هم باید مشرک بگوی. بعد ما کدام علما 3-4 تا جاهلی که میبیانو تکفیر کردن میگیرن، من همونا را گفتم. من یگان اهل علم نگفتم. در این مسئله اختلاف است، اختلاف بالای سر است. هر دو طرف علمای اهل سنت هستند، هر دو طرف اهل سنت هستند. من کسی که مرا میپرسد میگم اختلاف کردن. بعد نصیحت شو میکنم که این به شما تعلق ندارد، آخی تکفیر به شما تعلق ندارد، شما عوام هستی، شما توحید آموزید. نه این نصیحت های من است، از دلسوزی نصیحت های من است که برای خود نامه اعمال خود را پر از گناه و شرک و کفر نکنند. کسی که یک کس کافر و مشرک میگوید، همون به خودش برمیگردد اگر در اون انسان نبود. در مسئله اختلافی این نیست که تو یک کس اجبار کنی که اجتهادی ترا یا که اجتهاد یک عالمه و قبول کند. تو اصلا ببر نیستی از خیلی کارا. اجماع دعوت مینی کی اجماع این گفته است؟ اجماع را ابن العربی عذر میتید، معلمی عذر میتید، ابن حزم عذر میتید، ابن قیم عذر میتید. در کجای اجماع؟ من نفهمیدم. من در حیرت میمونم از این سفسطه‌گویی تو، دروغگویی تو. چه طالب علم میگویی با کسی عذر به جهل نگوید و تکفیر میند؟ دروغ بین، دروغ تا این درجه. یگان کس
از من شنید است که من ابن باز تکفیر کرده باشم، شیخ کیرا فوزان تکفیر کرده باشم. گپای دروغ، سفسطه محض، بهتان. لیکن اینا همش در نامه اعمال روز قیامت من میگیرم. موحدا رو میگه زامبی، میگه موحدا را زامبی. اصلا تو زامبی یک مجاهد هستی، یک مرد مجاهدی که جنگ بر ضد کافرها میکرد، نامش زامبی. اینا دیگرها گرفتن اگه نفهمی اصلا. یک دیمش زامبی به معنای که عقلی رسا ندارن، الف ابی فر نمینن، شهادت نمیدونن، شاید طهارت ندونن چگونه کردنش. بعد میبینن چی همه را تکفیر میکنن. بعد ولا و البرا برای تو دارن، شاگردات ولا و البرا برای تو دارن. این کفر است اصلا. ولا و البرا برای الله میشود. کسی درباره تو گپ زد و یا دشمنی میکنن به او، کسی تو را تعریف کرد و یا ولا دوستداری میکنن برای او. یعنی ولا و البرا برای شیخ حسین میگه ولا و البرا برای شخصیت نمیشود، برای الله میشود. برادر مسلمان تو باید دوست داری، چقدر که ایمان دارد و تقوا دارد باید دوست داری. تو حتی در مسئله جرح و تعدیل حتی بفهم خواندگی هم نیستی که اهل علم چی میگه درباره جرح و تعدیل، اهل علم چی میگه درباره مناظره به اهل بدعت. خیلی که امام احمد میگه در کتابش اصول السنه. من نمیفهم تو چی دیگه تفهمونم. گپ بسیار است، بی ادب است. تو کودک مرا بی ادب میگویی، تو در پیش من کودک هستی که مرا بی ادب گویی، که مرا تعلیم یاتی. من تو را باز خبرت میکنم، باز آگاهیت میدیم که زبان درازی نکن، در شخصیت مردم نرس. فهمیدی؟ تو او قد دعوا میکنی که رفته پنهان شده در دادهای اروپا، گو که تو گپ میزنی، مثل تو هزارای دیگه گپ میزنن، کودکا گپ میزنن از اروپا. اون گپای تو میزنی که 10 برابر اون گپای تو دیگر کس میزنن، دیگر کس تنقید میکنن حکومت. نه فقط تو تنقید میکنی، پنهان شده در بیا در مصر مردم خواهان تا بدونن، بیا گپ زن کو، بیا جوان مردی داری بیا گپ زن. پنهان شده از کدم که جو دوغ پوسه میکنی، از جو بجا شده هیچ کس نمیدونه، اگه جایی میترسی. جای ما رو همه میدونن، از تاجیکستان هم میدونن، از اینجا هم میدونن، همه میدونن. و چندین بار سفارت دعوت کردگی هستن، آگاهی دادگی هستن. من این گپا رو باید نزنم برای تو، نه که تو بی عقل کی هستی، از این غلوی که تو داری و تکفیری که تو داری، از این عقیدت برگردی. نصیحت من برات است. فهمیدی؟ گپ بسیار است، نه که به همین من خلاصه میگم. اگه چیزی فراموش کردم خیر، گپای بسیارم فراموش کردگیم. نه که دین برای الله دعوت کن، نه برای پول، برای پارچه دنیا دعوت نکن. برای همین برادران گرامی از شما خواهش، فهمید عقیده را فهمید، مثل گوسفند سر خم کرده از پس نروید. انسان عقل الله برای او عقل داده است، عقل رسا داده است که گوش کند فهمد و از قرآن دلیل میبرد. این خوارج هم از قرآن دلیل می آورد. علی وقتی که ابن عباس فرستاد چی گفت؟ گفت برای با قرآن با اونها مجادله نکن، با سنت مجادله کن. قرآن ذی وجوه، قرآن چند پهلو دارد، چند معنا دارد. نکی آیا برای همین برادران گرامی، اگه من نمیخوام بسیار گپ زدن و حیف است برای خیلی انسان‌ها جواب تی مثلا و وقت من صرف کنم، از وقتی من قرآن خوندم من بهتر است. برای همین برادران گرامی، این برای شما آگاهی است که فهمید که کی است این انسان و بر حذر باشید از عقیده این. و اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.